هم یه قالی 3x10 هستش، 30 متر متر. من توحید خلیلوند هستم از کشور جمهوری اسلامی ایران. 6 سال در مورد همین فرش‌های دستبافت در تاجیکستان فعالیت میکنم در هتل 5 ستاره تاجیکستان و امروز هم که نمایشگاه فرش دستبافت هست اینجا در خدمت شما هستیم. سوالی داشته بفرمایید. خب در اینجا ما میبینیم یک قالین خیلی بزرگ است، یعنی این چقدر از حجم این قالین؟ این قالین 10x16 هستش، 160 کوادرمتر میاد. بعد اینو در مدت 15 سال تیار شده با 50 نفر کارگر متخصص. بعد وزنش هم 500 کیلوگرم است و در کتاب گینس هم به ثبت رسیده. خب در اینجا چقدر قالین های دستبافت به نمایش گذاشته شد؟ اینجا قریب 200 تخت قالین های دستبافت به نمایش گذاشته شد و مردم هم میان، اکثرا بازدید کننده های ما خارجی هستند، میان بازدید میکنن میرن. یعنی توجه مردمی توجیه کمتر است نیست؟ کمتر است کمی، چون زیاد اینجا جا نیفتاده فرش دستبافت، یه کمی بهشون ناآشنا هستش فرش دستبافت، به این خاطر کمتر توجه میکنند خود مردم تاجیک.